خیلی وحشتناک. صدای قلبم دارم میشنوم. عجیبترین تجربه عمرم به نظر. ساعت 5 عصر، هوا داره رو به تاریکی میره. تجربه خیلی وحشتناکیه. توی 3 طبقه قبر، آخرش تهش جای هممون همینجاست. خیلی تاریکه. حالا شما فشار قبر رو همه رو هم با هم در نظر بگیر. حالا هی حسادت کن، هی دروغ بگو، هی پول مردم رو بخور، هی دل بشکن. آقا خیلی وحشتناک. دیگه نه این طلایه الان ارزش داره، نه این گوشیه الان ارزش داره. اینجا دیگه هیچ ارزش نداره.